توجیک نتیجه تقدیم میکند. بچه همسایه اومد از خلا. چی میخواسته است؟ وای مادرش مرا جیغ میزند. یک رفته دیدت بیایم؟ مایلش دیر نمون. عبدالجبار رشته تقدیم میکند. این رو که کرده باشد. خیر کنی؟ منم اینجا بود. منم اینجا خواب بود. در کجا؟ خدای تو با کجا شدی؟ همینجا خواب بود. منم اینجا خواب بود. کجا شده بودیم؟ خدا تو رو نمیدیم. چه گفت شد؟ کنی از من رفته است؟ انیق در همینجا دیده بودی؟ ها دیدم ولی خب حسابی سرش خون میریخت. ما هم زود درده خبر دادیم. شاید یاره دور بود. چی کار میکنیم؟ خیر کنی رفتیم میکنیم. یزنه رئیس یزنه مرا میشنوی؟ کنی کوشو چشمت رو کوشو. دادا رئیس دادا دادا یزنه دادا دادا یزنه تو رو با بیمارخانه میبرم. صحت میشوی. مرا میشنوی؟ کمی طاقت کن. دادا کجایی؟ رئیس هی ایستو خدا. خیریت به خود اومدی. تقدیر بین. چند روز است که میکوبم تو را. چرا مرا میکفتی؟ مرا شناختی؟
ба кадом тараф бародар? ба ешин пинар. Майлаш биё шин. Неки далиратро мегирам, мешавад? Майлаш, ман розӣ. Шин. ба хайр аст, ягон мушкилӣ дорӣ? дардашро намегуфтагӣ одам дармон намеёбад. ончунон дардест ки касе ба он дармон шуда наметавонад. бошад, нақл кун, сабук мешавӣ. додарам мурд. худо раҳматаш кунад. ин чӣ хел шуд дар ин синни ҷавонияш? ҳалокат буд? ҷиноят. гӯш кун маро, додар. оташро бо бензин хомӯш мекунам нагӯй. хунашро дар замин намемонам гуфта қасам нахӯр. ҷавон астӣ. вақте муродро аз ҷариб партофтам, ба ҷавонияш нигоҳ накарданд. аз ҷариб партофтанд? о аз ҳамон теппае ки аз деҳатон ба сӯи дара меравад, ҳамон ҷо? ҷои алиқашро намедонам, аммо дар ҳамон ҷойҳо дар дара ва мехӯрам. дурусттараш ва мехӯрам. алиф. ин кай буд? ин ман инро хубаш ба деҳа набурда дар ҳамин ҷо мефаҳмам. чаро истодед? ту ҳамин ҷо, ман рост рафта мегардам. охир ба ишин пинар меравам, гуфтед ку? ана роҳи кӯтоҳ, каме рав мерасӣ. он рӯз туро ба деҳа набурдам, аммо баъд аз он чанд бор кофтанӣ омадам. маро кофтанӣ омадӣ? гап зан охир. ба ту ҳамашро нақл карданӣ будам, аммо ҳар сафар тарсида бармегаштам. чиро нақл мекардӣ? бигӯ охир, чӣ медонӣ дар бораи марги Мурод? гап зан, ба ту мегӯям. гап зан. ایستو ابله، ایستو که میپرانم، ایستو گفتم. ایستو گفتم میپرانم، ای ابله. نگرس. بابا چه چیکار شد با پویش زدنی تو؟ های این چیکار کس بوده است؟ صبحی دیروز از خفای ماشین دویدم، دریاب نکردم. تو رو خواستم واقعه رو با تو بگویم، اما حاضر فهمیدم که وقتم رسید. ببخش
مرا ببخش مرا. با من نگرید. اگر با ما شوخی کردنی باشه جزایتان رو میدیم. نه لیفاپا چه شوخی؟ با خدا همینجا خوب بود. سری پر از خونش رو دیده فکر کردیم که مرده است. رفته است. چی کار میکنیم؟ از کجا میابیم؟ هیچ کار کردن نمیتوانیم. رفته انتظار میشویم. رفتیم که خالام رو هم تنها گذاشتیم. با کجا رفتین دختر؟ الیف 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 در را کشاید. کوسلیس شکنم در را کشاید. شیطان 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 دیوانه تکم بودی در اینجا. شیطان در را کشاید 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 کشاید. سلام سنگ چه ها بریم میگوی تو ابله؟ سنگ بریم یک کجینه یک سنکله. چه ها میگوی چه ها میگوی؟ سنکلا 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 شیطان شیطانی سنکلا شیطانی سنکلا. دادا؟ دادا زنده هسته؟ ایست چی گپه؟ یک تاش حجی نمیگوید دیگر از زنده گفته شادی میکند. جنازه هم کردند و من نفهمیدم. توبه این چیل درد خودش دادا را گردید. من نفهمیدم. وای اودم رو کی کشته است؟ کودک‌هایی که به دهه‌های اطراف می‌فروختند یافتند. با آدمانی که در یک جایگی کار می‌کردند زنازنی کردند. او باشد گرفته پرونده است. وقتی که من در محبسخانه بودم و ژاندارم آمده تسلیم شده بود. وقتی که با سعید بابا به حبس خانه تو را دیدنی آمده بودیم گویا به همین جایم یک کرد خلیده بودم. یعنی در همان وقت. چجور کمی دراز کشید. حالا هم در آنجا است آن کار. نه عبدی بوده است نه وی آدمی مردگی بوده است. گویا کسی کارت را در درونم تاب داده خونشار میکرده باشد. شد اوچه جان خیزت رفتیم. اوچه جان خیزت رفتیم. بایسته بایسته اوچه جان بیایید. ایستا تمام ای سرم سرم این چی دردی سر است. چی ده میکفده
وای وای سرم کفت. وای نه سرم رامو کفت. دستلی خولم کشیده رو شاید کمی هم باشد میفهمید. چی گفتی تو؟ باز یگان خواهش دارید گفته پرسیدم. یه رو از پیشم. از تو چیزی نمیخواهم. وای وای سرم. آی سرم کفت. وای سرم. ای خدای. وای 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 وای. جیما چی کار کرده ایستاده این لاشخورها و در طوری سرم؟ همه شما انتظار بودید که مرا زودتر گرانیده؟ چی کار کنیم دادا؟ کودک ها شما را خونالو دیده مردید گفته به قهوه خانه آمدند. آسان می از من خلاص شدن؟ والله دادا سرتان سنگ برین بوده. تو هم فاضل برین از سنگ و سر گب نزن میفهمی؟ وای تو رو که به این حال آوردلی جنگیز حالا هم نگفتی؟ ندیدم کسی از قفایم زده است. ندیدم. در آنجایی که شما رو یافتن گشتن گیرد عاقبتش همین میشود. در آنجا نزدن کو؟ چی یعنی؟ اول شما رو زده بیوش کرده بعد به دیگر جو برده؟ کشانده است. کشانده است و چخیل کشانده است. اینش رو خودم هم نفهمیدم. چخیلش رو موندو انسان اینقدر بارو چخیل برداشت آمده است. بسیار گپ نزن جیما. تو در اینجا چیکار میکنی؟ کلی قهوه خانه رو. رفت تیسته رو. رو. همه‌شان مرا گناهکار میکردند. قاتلی مراد رو تو کشتی میگویند. جوابش رو گرفتند اکنون. من هنوز جوابهای میخواستگیم را نگرفتم بچه. عبدی رو هرچی خیلی که نباشد از محبس خلاص شدنش رو قبول ندارم. مراد از پشتی او افتیده بود. تیر نمیخورد زنده میموند است. چی گفتن میخوای ابا؟ یگان گپ نافهموی نگفتم که یوسف. مراد تیر نمیخورد زنده میموند. یوسف من میروم. هر چیزی که شد با مریم شد. با مریم چی شده است؟ نه گفتگیت رو نموندی به دادرت. نه قاتلیش موند و بچه نه این رو دادرش با او گفت. مریم هم باور کرد. تو به دادرت باور نکردی اکا. اما عبدی من به تو همیشه باور کردن میخواهم، اما در جایت قرار نگرفته بی عقلانه نغمه بازی میکنی. کارهای شما نیز آنقدر با عقلانه نیست. مریم مرا قاتل گفت. من برای همین زیر بوم‌های دیگران میگردد. این مسئله را پوش عبدی. مایل شکه من میپوشم. تو پوشیدن میتوانی مگر؟ این رو فکر کن. حاضر خلیل اومده برایم گوید که همتون قاتلید. با قاتل دادرم زیستن نمیتوانم گفته به خانه مادرم اومدم. مراد رو دیگر کس کشتنش حالا معلوم شد. انا اکنون چی میشود گفته پرسد. چی جواب میدهم من فاطمه؟ ای مریم اونها هم تو رو کم عذاب ندادن، خصوصا حزل خانم. سالهای زیاد به همه کردگیهاش برای عمر شده تا باوردم. حالا او در اون جای من در اینجا. چی کار کردنم رو نمیدونم فاطمه. عمر میتوانی برو بیا کنی عمر قرجونی.
جواب ده آخر ساکینه بازی چه هست وای با تو؟ من نمک خوراک رو میدم که همون وقت گرفت. اوه نمکش رو میدیده است و مزه نمک چه دارد خوراک های پختگی؟ تگش رو نسوزانی کفایه. تگیاشو نکشتم. آهسته دختر. آچه من برآمدم. و من نگر خلیل در این خانه چی خیل می شود هیچ خبردار نیستی. شما هستید و من چه وجهت آچه؟ درباره پسرت میگویم این ساکینه یک کودک را هم نگاه کرده نمیتواند. لباس شویی خوراک در زمال هیچ کار از دستش نمیآید. در خدمت این قدر آدم بودن آسان است مگر؟ ساکینه خواهرمان بریم. خواطر نشوید آچه حل میکنیم. حل میکنیم گفتگیت و کثافت رو برگردوندن باشد. از او هم در این خانه یکان فایده نبود. آچه شما میفهمید درباره مادری فرزندم گپ زده ایستاده اید. مریم خدمتگار نیست. وای به نزد پسر و شوهرش برمیگردد. مریم آمده دستی من و دستی عبدی رو که از پشت وی عائله کثافتش بیگناه حبس کرده بودند بسیده عذر نپرسد از این دروازه نمیدروید. این را دانستمان. бо халил гап занон кун ба ягон хона алоҳида гузаред. ҳазалу абдиро надида бо умар хурсандона зистан мегиред. акнун ягона орзуям ҳамин аст. مریم این چی جسارت خلیل؟ مریم را بردنی آمدم. از کجا گرفتی که او با تو رفتن میخواهد؟ او همسری من است یوسف. آخر این را تو کی قبول میکنی؟ هیچ وقت قبول نمیکنم. یوسف نکن بچم. از آن که مریم با من خانه دار شد خودت را گناهکار میشماری. همین خیر؟ تو چه گفتن میخواهی؟ از مردن محمد بین عائله ها جنجال نشود گفته از همسری من شدنش خودت را عیبدار میشماری. چه خیل مردن محمد رو من کی ها به تو گفته بودم. حقیقت را از عبدی پرس. حقیقت هرچی نباشد هم من باز هم با مریم توی می شدم. مریم عبدی مراد را کش گفته مرا پرتافتی؟ اما ببین بیگناهی عبدی معلوم شد. چی یعنی عبدی یگون گناهی ندارد؟ سببگاری از جری افتیدن مراد کی بود؟ یوسف تو دیگر با این کار کردار نشو. گوی چی میخوایی خلیل؟ برگردم. عبدی جنایت صادر نکرده است. برگرد. گفتنی هایت همین می؟ جوابت چیست؟ جوابم رو وقتش بیاید میگویم. حاضر رو. از عبدی عذر پرسیدن لازم مریم. او را ناحق قاتل گفته بودی برای همین عذر پرسیدن لازم. شما مرا گناهگار شمردید. من سالهای زیاد از نزدیکانم جدا ماندم. از من کی عذر میپرسید؟ یوسف خوش نشو. یوسف تو مثل او نشو بچه. از دست این اولاد من سالهای زیاد به دهه نآمدم. آچه مریم در یک دهه زندگی کرده. در حسرت دوست داشته هایت مردن نمیخواسته باشی. به خانه برگشتنت لازم. آمده دست عبدی و مادرم را میبوسی. تنها آن وقت پسر دوست داشته‌ات را میبینی و تو تا شبی دیگر مهلت میگیری. میلش تا شبی دیگر فکر کن.
کجا شدی زینب؟ فاضل تو را انتظار است. دادا انتظار است. زینب نیست. اینقدر دیر شده امینه هلو هم ناومده است. با کجا رفتنش رو نگفته بود؟ بیرون از دیها کار دارم گفتو. دستی پدرش را بوسیدنی نرفته باشد. همین خیل نه؟ دستی پدرش رو بوسیدنی؟ ها البته بچم. تو نبودی. اکرم گریزونده بود امینه رو. پدرش باشد آه کرده بود. یعنی که جای خواتیر شوی نیست فاطمه اپا. حاضر پدر و دختر صحبت کرده نشستند. بیا دخترم گذشت چی؟ خب کلید رو در جایش میمونم گفته بود و نمانده است. خیر سحر نزی پدرش میرود گفته از هیجان فراموش کرده است. از سحر بر وقت بعد اینقدر کارها فراموش کردم. از یادم برآمد. چی شد بچم؟ چی رو فراموش کردی؟ با کجا؟ حاضر میایم و چه؟ خدا راضی باشد دخترم. خدا از شما هم راضی باشد خاله. شکریه. لبای علی جنگیز. اگر الیف توی شده رود نصیب باشد این همه شود انشاءالله. اگر بجه ما یگان دختری خدا زده براید خدا نگاه دارد. ای جه ما را هم احوالش معلوم. چی کار کند بچه وای هم همین خیل. علی جنگیز گپت رو نگفتی؟ نه یعنی به تو کیاب میبیارد کی چای تیار میکند. من در فکر همینم. ای چیکار کنم؟ غمی تو را میخورم. رفته خواب میکنم. چی آواره شدی یوسف؟ چه خیلی آوارم فاطمه اپا. پیش از علی رو با مکتب بردم به همتون یگون چیز گرفتن خواستم. از شما رو علی انتخاب کرد. بینید باز علی به شما چی گرفت. زیبا علی جانی من کی میدونه در آنجاها چی میخورده باشد. خونه خورده کسل نشود باز. شما خواتیر نشوید فاطمه اپا. علی اول به خدا بعد به معلم هایی که در اون مکتب رو خواناندند امانت است. میدونم یوسف میدونم اما چی میدونم آخه؟ اهمیت نده فاطمه. نمیفهمم. این خودشون فرزندار شوند. بین احوال اپد را. پیسرش نزدیک 2 قدم آن زودتر اما با قصر برمیگشته باشه چی میگوید؟ چی میدونم فاطمه؟ من هم نمیدونم آخیر. اپا لبه اپا با شما روی مول خریدم. بینید کنی معقول می شود. بسیار زیبا. با عمر تو به فوتبال بازی گرفتم اپا. بسیار نقص. پگاه با قصر که رفتید می دید. مایلش. شب بخیر اپا. شب بخیر.
اون زنی که همیشه طرفگیریش میکنی آمده با عبدی گناهت رو گرفته مرا ببخش گفته عذر نپرسد می میپرسد چه؟ وی هممون رو تأخیر کرد. پگاه باشد آمده از هممون عذر میپرسد و از سر نو به جای پیشترش برمیگردد. دادا بیا بچه جان، چی شده است؟ مامان افسانه خونه. شما خواب نرفتید حالا؟ وای ازم مادر افسانه میخوندم خواب رود گفته یک باره تو نخون گفته کتاب رو در آنده پرتافت. کتاب رو در آنده بچه؟ آفرین به جنیمون. او هم فهمیده است که با خواندن کتاب و دفتر یگان چیز نمی شود. کی میدونه چی کار کرده به غضب آورده باشه؟ نه ازم مادر من جیم بیرون برا خودمون میخونیم. بینیم چی در افسانه چی گفتند. ببخشید دو وقتی افسانه خواندن من گذشته که رفته خواب کنم کنی بینم چی در خوابم کی رو میبینم. ها Ocha tu parte. معقول شد؟ خونده ایستاده ای؟ چی گپ؟ زبانت رو قورت کردی؟ مایلش همین خیل کی باشد؟ مادامی که این خیل از این پس با تو خبشینک بازی میکنم مایلش؟ از این پس تو خاموش میشینی و من درباره خودم نقل میکنم یا اینکه من خاموش میشینم و تو باشی و من درباره خودم نقل میکنی. شاید همین طور یک دیگرمون رو باز هم خوبتر شناسیم. چی گفتی؟ من شما بسیارتر خب میشد و من گپ میزنم. مایلش من راضی. اما بیا اول تو رو با آغوش گیرم. اوه دخترکی من چی شد با تو جان؟ خوب استید؟ عمر توپ رو پرتو گفت من هم پرتوفتم. اوه خدا جان بیا بچم بیا شیشه یگان جایت رو میبرد. بیا بچه جانم بیا دخترکم. اوه دخترکم شیرینکم. خلیل لبچه زنت پگاه با رازگی خودش می آید از مویش کشاله کرده می آری نمیدونم. مادامی که به من خدمت کند گفته نمی آید گویی پیش از خواب با سر نکنید آخر. گوش کردن رو هیچ یاد نگرفتی. این ساکینه رسوا نکرده از عهده یگان کار می برآمدگی بری نیست. تو به من پگاه دیر نشده یگان کسی به قوت و با دست و پنجه رو یاد که کارهای خانه رو خواطر نشید. در فکرتان یگان کس است؟ اصلا هست. کی بوده است؟ مادام که کذبان به دیه بر میگردد شوهرش در خواجگی کار کند او خانه رو نگرد اگر تو البته قبول کنی. حیرانم آچه اما کودک هم دارد. کودکش رو همراهش بیارد با عمر بازی میکند. بعد از فاضل خلاص شده نمیتوانی. از وی دیوانه ترسیدیمی یک تمیزنی دومش جقیده میگریزد. خب چه خیلی که گوید همان خیلی می شود. کاری خانه به دوش شماست. بیا اکنون رفتیم بچیم. شب بخیر اوچه. به تو هم شب بخیر خلیل. خوابی شیرین. درست گفتی خلیل آقا کاری خانه رو از من میپرسی.
که با که خدمت کردنش را هم بعد از من خانم این خانه کشودنش را هم من میگویم. یا الله آمدن دوست فاضل باخشا دوست زینب اومد. زینب شما چیزها رو پروردن گیره من در رو میکشویم. بیا دوست میآید امک من این نان رو نمیخورم گیر. کزبان رو گوی که امروز البته داروید. میگویم اوچم. نمیبینی مگر خلیل آقای سالا خوی را خورده ایستاده است. دیده ایستادم که رسوی آخر از دستت یگان کاری نمی آید ساکنه. خودش چی گفت؟ وی حسن مادر با عمر پیش بوزیچه ها می رویم گفته وعده دادم. چند روز در خانه محکم می نشست. زیخ شده است. اجازه دهید. خون رو دیده رنگ رویت پرید؟ رو کمتر خاکستر مونکی ایستد. رو عمر کنی رو بین و دستی ساکنه قد شده است. خیز رو به من نگر خلیل. به این دختر کیم چیزی شده است؟ حد هاچه به گردنش اینقدر کار رفتید. یک مریم بود به او یاری میدادگی. و من هم همین رو میگویم. ساکینه عمر رو پنهانی به مریم نبرده ایستاده باشه. چی فرق دارد آچه؟ به همین شب مریم بر میگرده. گپ در آن نیست. مهمش آن که از پشتمان یگان کار نکند. حاضر این را کرده باشد مریم برگرده چی کارها میکند فکر کن. پروا نکنید میبینم. من میروم. تو دکان را امروز میکشودگیستی عبدی؟ آکا ینگه هم شب میبیاید ها؟ همین شب میآید عبدی. همین شب. و کزبان گفتن رو فراموش نکن. البته بیاید. میلش. خیلی ما رفتیم. ایستدیزت با کجا؟ اینا رو به درون در آوردن در کار. به همین کپول همین کار. این چه خیلی کار؟ یافتم یختک بین زینب یافت شد. زینب یافت شد.
زینب 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 خنده نمک این چی گپ؟ اوه این نبینه در خوجگی کار کردن هم رسید باز این دیوانه بر اومد. دادا گذر به خونه گذر. گوشو ابله هست پیشمو. دوست درو چی به خونه درو باز با من نگو که آرام نمیشینی. هم آقای ده به من کار دارد و هم دیوانه‌اش. من چیکار کنم؟ روی درا داشت تو جزای خدا. امینا شو درو شو میشکنم تو سری مرا شد کفوندی من هم درت رو میشکنم شو پیدا خلقو نکنید از دین بوز نیست. ها این چی گپ رئیس؟ چشمت قلفی کلانی در بوده رو نمیبیند. توبه امینه رود کیزبان هست کوچیده است کو امروز و پگاه هم مرا به علنگه میاندازد. شو اگر با شروقی مار هم در آمده باشه تو را میابم امروز نقد دم گیر پگاه سهر کارت را سر میکنی. کیزبان به خانه درو آچه هم به تو گفتنی ها دارد. خوب شده از خلیل آقا. مایلش چی کار داشته از کیزبان در خونه اتون؟ شاکیر وقتای کهنه گذشت. این را فهمیده گیر. در اینجا چیزی گفتیم همین خیلی میشود. به خانه گفتم به خانه، به خواجگی گفتم به خواجگی. فهمیدی؟ فهمیدم خلیل آقا. بله انا همین خیل. کنی ده به من کلیدی همان مرسدس کهنه شده ات را. چرا آخر؟ من چی گفتم؟ به تا از یک دست به دست دیگر گذاشتن ماشینت از من شد. ماشینم را نقص نگاه کن. یوسف اکا با کجا این خیل؟ دسته قهوه پزک شکست به سعید بابا میبرم. من هم سعید بابا رو دیدنم لازم. یوسف اکا لبای جیمو وای با یک کس هدیه گرفتم اما چی خیل دادنم رو نمیدونم. کی بوده از وای دختری خوشبخت؟ کنی گپ زن؟ ساکینه با دختری در خونه قراجانی ها زندگی میکردگی هدیه دادن کاری کدام اون مشکل تر است عجب. چی خیلی یعنی؟ من هم با یک کس هدیه گرفتم اما قبول میکند یا نمیکند من هم نمیدانم.
خندو نمک جان. زینب الف چی خیلی؟ کاشکی نمیپرسید یوسف اکا. چرا؟ نامتون را شنود به غضب می آید. سلام عبدی، داکه داشتی؟ البته است. چی قدره که خواهی؟ ها رئیس، در قهوه خانه آبی گازناک نمون مگر؟ جیگرم سوخت تا قهوه خانه طاقت نکردم. همینه جیگرت را سوزاند؟ نه جانم، در حقیقت سوخته است معلوم. پگاه به قهوه خانه میارم شما. زحمت نکشید سید بابا، من آمده میگیرم. نه جانم، با این بهانه آمده قهوهت رو می نوشم. درست، مایلش به من اجازت. قهوه خانه را تنها گذاشتم. من روم سید بابا. جیمو لبه یوسف اکا. این رو با الیف دادم میتوانی؟ وای من میدیهم و الیف اپا هم انشالله به سرم نمیزند. تشکر. مایلش تو دیدن یوسف اکا. کمون رئیس کمون. از من پنهون کردن میخواید رئیس. این رو من نغز میدونم. نه جانم، این گپ را از کجا برآوردی؟ وای روز با مادرم گپ زدنت رو شنیدم. الیف رو به جای دور به شوهر دادنی من خبر دارم. این نصیب است عبدی. آچت را راضی کنه باز آمده پرس. ما هم یگان فکر میکنیم. کیزبان رو گفتم آچه امروز می دراید. نخس حزم مادر اگر اجازت باشد. مایلش رفتن گیرید اما زود بیاید، دیر نمانید. مایلش کنیم ما رفتیم. بیا عمر بیا. بین عمر، وقتی چشم پوشک بازی جوی آدمی پینا شده رو با بازیگر نمیگویند ها؟ نمیگویم. انا دیدنی مادرت رو هم در خونه با کسی نمیگویی، فهمیدی؟ مالش ساکینه؟ ساکینه چی شد جما؟ یگون گپ داشتیم. چی شد جما؟ یگون گپ میگفتی؟ وای وقتی رو کردی به قفایت هیچ دقت نمیکنی. چی شد از به قفایم؟ این رو افتوندی. نغز منی خلشانه ندارم که. اکنون داری؟
یوسف جان، هیچ اهمیت داده نمیدانم. بعضی جایهایی هست اولو مسجد برین و درونش درهای انسان را حیثیت‌های دیگر خیل فرا میگیرد. بله سید بابا. مثلا اون خیل قالین و گلیم ها هستند، دوختگی هاش نامعلوم، اما در بالایش نماز خواندن، نشستن حلاوت دیگر خیل میدید به انسان. اونها رو حلاوت بخش میکرده چی باشد سید بابا؟ حلاوت اول در دل و وجدانی انسان آغاز می‌یابد. چیزی که به انسان حلاوت میبخشد فانی و گذرنده بودن دنیا را دیده و ذات باقی و پاینده رو آوردن آغاز می‌یابد. خوب سید بابا، با حلاوت بخشی بینای قالین و ابدیت چی در علاقه پیدا کردید؟ نگاه کن پسر، انسان راه ابدیت را نیز با در این دنیای فانی بودگی ها به دست می آورد. انسانی که دلش را به ابدیت تاب می دهد در چیزهای فانی نیز از روی نیتش به ابدیت شامل می شود. چه خیل می شود این؟ معمار سینان مثلا برای رضای حق یگانگی هستی را نشان دهم گفته الهام دلش را به سنگ و خاک تصویر داد. سلیمانیه ها را، سلیمیه ها را ساخت. امروز در آن مکان ها آسایش یافته باشی، انا از همان سبب است. میفهمم. از همان سبب است که جای نمازهای دانه دانه گفته شده به انسان آسایش میبخشد. دستانی که با الهامی دل به اشیاها شکل میدهند همین خیلند. سنگش هم، خاکش هم، آهنش هم یک آسایش میدهد. حتی عاشقیشان هم. عاشقیشان؟ بله، عاشقیشان. عشق آنها هم عشق است که در حیات ابدی نیز دوام میدهد. دل داده ها با یکدیگر گلیم میدوزند. در نقشهایشان همان نازکی و ظرافت موجود است. بنابراین در معاملهشان هم با یکدیگر با نقشهای اشیاها گپ میزنند. حکایه لیلی و مجنون از همین جا پیدا شده است سید بابا. از یک جهت همین خیل. نگاه کن، اگر آسایش را به دست آوردن خواهی یا به انسانها آسایش دادن خواهی، البته میخواهم سید بابا. این طور باشد به هدیه های زیباگی های دلت را تصور کن. آنها را مثل چیزهای بیجان نبین. هدیت قطعی شود، آسایش و حلاوت دلت خود هدیه شود. وگرنه دلیابی خالی از آتش خس فرقی ندارد. الیفپا، بیو. خوش آمدی جیمو. وای الیفپا، چی شد جیمو؟ نه، چی همه شد؟ دستت رو چرا اون خیل میقپی؟ دستم شخ شده است ده. چیزی پنهان میکنی تو در پشتت؟ نه اپا. یعنی سبب غمخوریت به من هدیه دادن بود. اوه جیمو، تو خودت ندیه هم، من خدا میگیرم. کتاب سر دارونی؟ تو این رو که گرفته بودی؟ به خاطرم اومد وقتی که به نزدیک خالم به بیمارخانه میرفتیم تو یک لحظه گم شدی. الیفپا، این رو من نگرفتم. صاحبی این توفه رو برای من گرفته باشد؟ کی باشد؟ یوسف اکا.
با کدام حق یوسف به من هدیه میدهد؟ اپا یک کوش آخر شاید معقول می شود. از جانب وی بهترین تو فهم که باشد خوشم نمی آید. برگردان این را. جیمو تو زود به قهوه خانه رو. خوب دادا. من با الیف گپ زدن میخواهم. تو این رو. با من نگار الیف. یک بار که گپ زده میتوانستم با تو الیف. پیش از دلخولی کنی تو با تو چنین نادرست رفتار کردنم از آن بود که درباره تو نیت‌های نیک داشته بودم. کاش اینها رو با تو یک بار که فهمانده میتوانستم. بعد از آن اگر نخواهی دیگر بار رو برایت نمیبرایم. اینو ویش رو نمیدونم. حضرت خانم نمیخواد که تو در این ده مانی. این چی خیل کر؟ یک وقت او به زوری به پسرش کلین کردن میخواست. حاضر باشد به جایهای دور کلین شدن هم رو میخواهد. فهم آخیر دردی هر دویتون یک. هر دویتون هم میخواهید که عبدی بتون نرسد. من میفهمم. دوغ نزنید. خالم بیدار میشود. با من نگر. تا من به خالت یکم خدمتگار یافتنم تو در اینجا میمانیم. کدوم زنی یکم زنی دویم را نگاه میکند یز نه؟ باز سر نکن. من این گپ ها را خواستگارهای میآوردگی من را دیده با یک تشتوی میکنی. دیگر تمام امکانیت آخرین تامین. کزبان تو رو اینقدر زود انتظار نبودم. امر دهید شما رو هیچگاه انتظار نمی کنم. اپا از این شب باز حضرت مادر گفته ایستادند برای کار خانه کسی رو میگرفته است. البته من که رفتم همه کارها در گردن تو موندند. جانی من سکینه. کارو مشکل نیستند اپا. اصلا هم صحبتی ندارم. خصوص به دیدار فی خونی حضرت مادر. میگذرد سکینه میگذرد صبر کن. راست است اپا. گفتگیشون بر این در حقیقت به خونه بر میگردید. بچه بیاید یک جا میرویم. میرویم بچم پروا نکن. حالا رفت بازی کن. کی رو به خونه میگیرند؟ کزبان نام یک زنه بدیه برگشته است. شوهرش باشد در خوجگی کار میکرده است. میشناسید او را؟ آدم خوب باشد. بیا ما آن کاری خانه رو گپ نزنیم. کاری نمیدانستگیت نیست. درباره خواهرت گپ زن. چه خیلی که میدونید خانم در دیه با پدرم میایستد. چند وقت باز به دیه نمی آید؟ سببش رو میدونید کو؟ حالا هم میپرسید. اپا و خواهر نغز دانید که در این مسئله گپی مرا گوش نکردن. نه خانم گپم برای شما نبود. گذشته رو یک سو میگذاریم. اما سوزن یک سو گذاشته نتوانست. خبر دارم. هر باری که به خواستگارت کنی هایش به گوشم میرسد خیلی شاد میشم. چرا؟ نمیخواهید یک اویله بر بکند؟ البته میخواهم. بچم چه خوب نوازش کرده ایستاده اید آچه و بچه. اما وقتی رفتن اومد. میخیل نگوید اپا زیخ میشم. شما هم بیاید آچه بیاید. میایم بچم زیخ نشم. دیشب چراغ رو در گرونده شما رو روبرویم دیده. چه خیلی شاد شدم نمیدونید. ما رو در حیرت گذاشتید اپا. اپا کدام شب بودین؟ ها گفتگی بر این اپا. حضرت مادر اومد گفته شما گریختید. نپرسیدم در نصف شب چه خیل به خونه اومده. در خوابم عمر رو دیدم.
بیدار شوم رو برایم بود. بیا عمر ما رویم. آی بچم ساکنه عمر ندف میغلطی. عمر ایست. در کجا میگردید؟ زود بیاید نگفتم. آمدیم هزل مادر. اپام یگون چیز گفتن دوچه برمیگشته باشند به خانه. چی میدونم بچم؟ یک چند بار میپرسم گفتم گپ رو دیگر کرد. این خیل شبها خواب آلود بر آمده رفتنش هیچ عاقبتی نقص ندارد. شما خواطر نشوید دوچه جان، حل میکنیم انشاءالله. ساکینه اینجا بیا. ساکینه لبای خلیلکه. یک پیاله آب بیار. خلیل یگون نامعقولیه کرده است؟ چیزی نیست دوچه، همش خوب است. مرحمت اکا. لازم نیست. خب مریم و عمر وقت را نقد گذراندن و خیره. نوش مریم می آید. می بیایند گفتند اما اگر می آمده باشد هم اوچم به نزد مریم بردن عمر را فهمد. خاکت رو می بیزد. می فهمی؟ دختری جسور بوده ای ساکنه. اوچم درست میگویند. از کارهای خانه بسیار در کنار مانده. انا اکنون در نزد این دختر جسور دو راه است. راهی یکم به من هر روز وقتی که در خانه نیستم چی ها شدنش را یک حسابات میدهد. اگر نه راه دویمش را انتخاب میکنم. گویی آچه چی شد؟ آچه ساکینه در کوچه ها این خیل نگردد. عروس بر این شده است. یگان روز سر و لباس پیباس خریم. باز یگان کسی نمی شدگی به خواستگاری نآید. از کجا بر آمد این؟ تو ساکنه رو به یک سومون. تو بزنه تو امشب وقت داده بودی، حالا هم نآمد. هنوز شب نشده است آچه. هنوز شب نشده است. علی چنگیز لبا شکریه. دینه تمام شب خوابم نبرد. یگان جای درد کرد. نه و خیر. تو گفتی که به من یاری میرسوند، آب میدهد.
به من میگفتی من خودم می آوردم. خیر آخر از دستم دیگر چیزی نمی آید. خسته خوراک پزم، جاماشویی کنم گویم هم از دستم بلا نمی آید. اگر این دختر توی شود چی کار میکنیم؟ نمیدانم. اگر خواهی امشب هم یک فکر کرده بین، بسیار خوب می شود. خواهی جانم، خوابی شیرین. نکشوده میتوانم نه پرتفته بزند باز گپت نگذشت. شب شد و حال هم نیست. حالا هم خواب است؟ کمی پیش دیده بودم خواب بود. را کجا میرویم دادر پیش یکم؟ ساکینه عمر امشب با من خواب میرود. کنی یک طرف ایستا. فاطمه اپا این خیر رفتن گرد بعد یک چند مدت خودتون به علی مکتوب می نویسید. خدا خواهد. دخترم بچه جون اویشه خاله اویشه خاله فاطمه اپا شما همراه یوز و اوچه مانید. من اپا همون گفتنی میروم. رو او بخونو بیار تیز. اویشه خاله شد ایستید. اویشه خاله حالا تو خوب نیست. حالا زیر بیار آرام شوید. حالا زیر اویشه خاله آرام شوید. توجیکان تیجی تقدیم میکند. подписчикони азиз шумо метавонед дар канали توجیکان تیجی обуна шуда аз видеоҳои навбанаи мо бохабар бошед. ҳатман дӯстонатонро даъват кунед. лайку комментариро фаромӯш насозед. бо мо бошед.